آمریکا سال 1912. مهاجرین در جستجوی زندگی بهتر راهی سواحل ایالات متحده سرزمین خوشبختی‌ها و امیدها می‌شوند. مساحت آمریکا در حال توسعه است و با الحاق 2 ایالت نیومکزیکو و آریزونا 2 ستاره جدید به پرچمش افزوده می‌شود. مردم در بیشتر کشورها با موسیقی آمریکایی می‌رقصند و لباس‌هایشان به سبک آمریکایی شده است. در این سال نخستین قاره‌پیمای آمریکا به سوی شرق پرواز می‌کند. جایزه پولیتزر برای روزنامه‌نگاران و توسط دانشگاه کلمبیا ابداع می‌شود. یونیورسال پیکچرز اولین استودیوی فیلمبرداری آمریکا به ثبت می‌رسد و الیور تویست اولین فیلم داستانی سینمای آمریکا تولید می‌شود. جولیت گوردون لو با تأسیس سازمان پیشاهنگی دختران سرمقاله‌های خبری را به خود اختصاص می‌دهد. آمریکایی‌ها در 5مین دوره المپیک تابستانی سوئد برنده بیشترین مدال طلا می‌شوند. تیم بوستون رد ساکس تیم نیویورک را در مسابقات جهانی 1912 شکست می‌دهد. بعضی از این بازی‌ها در پارک جدید فنوی برگزار می‌شود و ژاپن به نشانه حسن نیت و دوستی تعداد 3000 درخت گیلاس به واشنگتن دی سی اهدا می‌کند. اما هنوز کودکان رنجور که بر اثر سوء تغذیه بیمارند، ساعاتی طولانی در کارخانه‌ها و معادن کار می‌کنند. قوانین تبعیض نژادی نشانگر تعصباتی ریشه‌دار است. زنان همچنان حق رأی ندارند که خود موضوعی جنجالی است و سندیکاهای کارگری در اعتراض به شکاف عمیق طبقاتی قیام کردند. سال انتخابات است. سیاست به شکل غریبی مردم را دلزده کرده و تفرقه در حزب جمهوری‌خواه منجر به انتخاب رئیس جمهوری از حزب دموکرات می شود. موج مهاجرین باورهای متنوعی که به سرعت در حال رشد است به همراه می آورد. پروتستان‌های محافظه‌کار به شدت درباره قوانین عقیدتی موجود اختلاف نظر دارند، در حالی که اندیشمندان آزادیخواه راه را در عقاید جدید و جذاب از جمله فلسفه حکمای هندو و بودایی مثل سوامی ویوکانندا و دارماپالا می‌جویند. در همین سال است که مردی شرقی و سالمند وارد آمریکای شمالی می‌شود. این شخصیت برجسته متولد سال 1844 در ایران است. نامش عباس و لقبش عبدالبها. او فرزند بهاءالله، بنیانگذار آیین جهانی بهایی و نخستین فردی است که به مقام روحانی پدر ایمان می‌آورد و بنابراین اولین فرد بهایی محسوب می‌شود. در نوجوانی از زادگاهش تبعید شده و 40 سال را به خاطر باورش در حبس گذرانده است. بهاءالله در سال 1892 چشم از جهان فرو می‌بندد و در کتاب عهدی وصیت‌نامه خود فرزندش عبدالبها را به عنوان مرکز عهد و پیمان منصوب می‌کند. این عهد با پیروان تعهدی می شود برای پرهیز از اختلاف بین بهائیان و حفظ این آیین از انشعاب و تفرقه. بالاخره پس از انقلاب ترکان جوان در سال 1908 است که عبدالبها بعد از تحمل 40 سال حبس در قلعه‌ای در شهر عکا آزاد می شود. در آن زمان آیین بهایی علیرغم تبعید و زندانی بودن پیامبرش از ایران فراتر رفته و در غرب هم منتشر شده بود. به همین دلیل تعدادی از بهاییان از جمله فیبی هرست، فعال اجتماعی، سفر دشوار به سرزمین مقدس را برای ملاقات با عبدالبها در پیش می‌گیرد و بقیه در انتظار دیدار او در آمریکا هستند. پس از خبر آزادی عبدالبها، بهائیان سراسر جهان مصرانه خواستار دیدار ایشان در کشورهای خود می‌شوند. وقتی بهائیان آمریکایی هزینه بلیت کشتی جدید و مجلل تایتانیک را برای او ارسال می‌کنند، ایشان مبلغ اهدا شده را بازپس می‌فرستد و با کشتی معمولی اس سدریک در تاریخ 25 مارس از مصر به سمت آمریکا حرکت می‌کند.
سال 1853 ایران سرزمین میراث غنی فرهنگی و البته فشارهای مذهبی است. آیین جدید بابی وعده ظهور پیام‌آوری روحانی و طلوع مدنیتی تازه می‌دهد. عبدالبها 8 ساله است. پدرش که فرزند یکی از بزرگان حکومت قاجار است، به دلیل حمایتش از آیین باب زندانی است. حکومت که نگران ایجاد همدلی در مردم است، به جای مجازات مرسوم اعدام، بهاءالله و خانواده ایشان را تبعید می کند. عبدالبها کودک همراه با والدین و بقیه خانواده در سرمای سخت زمستان پیاده از راه کوهستان راهی بغداد می شود. سال 1868 سال تلخی و رنج. عبدالبها 25 ساله است. بهاءالله خود را موعود ادیان قبل اعلام کرده و پیروان پراکنده و دلسرد باب را الهامی تازه بخشیده. حکومت عثمانی متوجه می شود که یک تبعیدی می تواند با پیام غیر متداول اتحاد تمام مذاهب و برابری زن و مرد هزاران پیرو جدید را به سوی خود بخواند. بنابراین بهاءالله باز تبعید می شود و این بار محکوم به حبس در قلعه مخوف عکا. اموال خانوادگیش مصادره و حراج می شود و همه افراد خانواده را برای رفتن به اسکندریه و بعد عکا راهی کشتی بخار می کند. عکا شهری محصور در دیوارها و خانه‌های مخروبه و محروم از آب آشامیدنی، شهری که معروف بود حتی پرندگان تا به گذر از آسمان متعفنش را ندارند، برای 40 سال محل اقامت عبدالبها می شود. غروب روز 10 آوریل 1912 کشتی اس سدریک خارج از نیویورک لنگر می‌اندازد تا صبح روز بعد وارد بندر شود. روز 11 آوریل کشتی وارد بندر نیویورک می شود. خبرنگاران برای گفتگو با عبدالبها به استقبالش می‌روند. وندل فیلیپس داج، عضو انجمن خبری نیویورک، چنین می‌نویسد: عبدالبها روی عرشه بالایی با آن عبای بلند شرقی که در نسیم موج برمی داشت، با چهره نورانی بندر را نگاه کرد و به خبرنگاران لبخند زد. وقتی کشتی مقابل مجسمه آزادی پهلو گرفت، ایشان بازوانش را به نشانه سلام گشود و گفت: این نماد آزادی دنیای جدید است. بعد از 40 سال مسجونیت می توانم به شما بگویم که آزادی مسئله‌ای مربوط به مکان نیست، بلکه احساسی درونی است. آزادی واقعی وقتی است که انسان از حبس نفس آزاد می شود. خبرنگاران میپرسند برای چه به آمریکا آمده اید؟ ایشان پاسخ میدهد: برای سیاحت و ملاقات با انجمنهای صلح آمدم. زیرا اساس ما صلح عمومی و ترویج اصول ادیان الهی است و آن حقیقت است و یکی است. در مورد حق رأی زنان میگوید: در قدیم دنیا با زور اداره می شد، ولی حال وضع عوض شده و اعمال زور و عنف تسلط خود را از دست داده است. و اکنون هوشیاری و فهم و فراست فطری و خصائل روحانی محبت و خدمت که در زن قوی است، تفوق و غلبه یافته است. با اینکه تعداد زیادی از بهائیان و غیر بهائی‌ها به استقبالش آمدند، عبدالبها از آنان خواهش می‌کند که کمی دیرتر با هم ملاقات کنند و بعد با تعداد اندک همراهانش قدم به ساحل آمریکا می‌گذارد.
از استراحت در هتل انسونیا در خیابان برادوی، عبدالبها با تعدادی از دوستان در منزل خانواده کنی ملاقات می‌کند. جولیت تامسون، هنرمند نقاش، نقل می‌کند: ایشون حضوری نورانی داشتن و حاضرین که چند صد نفر می‌شدن در چندین صف دورشون حلقه زده بودن و تقریباً همه از شوق دیدارشون اشک می‌ریختن. عبدالبها که آن شب شاد و البته بسیار خسته است میگوید: این سفر طولانی عشق فراوان مرا نسبت به شما ثابت خواهد کرد. مشقات بسیاری در راه این سفر موجود بود، ولی از فکر دیدار شما عزیزان محو و فراموش شد. چون نیویورک از نظر تمدن مادی بسیار ترقی نموده، امیدوارم از لحاظ روحانیت نیز پیشرفت نماید، شهر عشق شود و نفحه الهی از اینجا به تمام نقاط عالم منتشر گردد. خبر ورود عبدالبها به نیویورک تیتر مهم روزنامه ها می شود. میرزا محمود زرقانی که شرح سفرهای عبدالبها را تنظیم کرده، از جمله همراهان اندک او در این سفر است و می نویسد: گرچه سرکار آقا هر گونه دایه پیامبری را رد کرده بودند، ولی روزنامه ها ایشان را پیامبر شرق و مبشر صلح می خواندند. عبدالبها در نیویورک به موضوعاتی می پردازد که بعدها در طول سفر بارها آنها را تشریح می کند، مثل همبستگی عالم انسانی، اهمیت اتحاد نژادها و ترک تعصبات، اتحاد شرق و غرب، وعده صلح جهانی و برابری حقوق زن و مرد. موضوعاتی که در آن زمان برای مردم متداول و آشنا نبود. سه‌شنبه 16 آوریل توجه رسانه‌ها به فاجعه‌ای بزرگ جلب می‌شود. کشتی تایتانیک غرق شده است. عبدالبها در پاسخ به خبرنگاران در مورد قربانیان می‌گوید: وقتی به آنان فکر می‌کنم حقیقتاً متأثر می‌شوم، ولی با وقوف بر این نکته تسلی می‌یابم که عوالم الهی لایتناهی است و اگرچه از این عالم محروم گشتند، ولی در عالم بالا فرصت‌های دیگری برایشان وجود دارد. چنانچه حضرت مسیح فرمود: در خانه پدر من منزل بسیار است. 9 روز بعد در این مورد توضیح بیشتری می‌دهد. این وقایع دلایل عمیق‌تری دارند تا به بشر درس‌های خاصی دهند. ما در عصر اتکا بر امور مادی زندگی می‌کنیم. انسان گمان می‌کند که اندازه و قدرت کشتی، کمال ماشینالات و یا مهارت ناخدا ایمنی را تضمین می‌کند، ولی حافظ حقیقی خداوند است. وقتی سوال می‌شود که چرا با تایتانیک سفر نکردید، پاسخ ایشان کوتاه و روشن است: قلبم به این کار گواهی نداد. در 11 روز اول اقامت در نیویورک، عبدالبها 15 سخنرانی رسمی و تعداد زیادی جلسات گفتگوی غیررسمی در منازل اشخاص برگزار می کند. اولین جلسه عمومی در کلیسای اپیسکوپال اسنشن تشکیل می شود و او در آنجا از تمدن روحانی سخن می گوید. جایی که چند ماه قبل کشیشش پرسی استیگنی گرانت علیه این فرقه هشدار داده بود. اما حالا حضور عبدالبها این دانای پارسی را در کلیسایش خوش آمد می گفت. امروز عالم بشر محتاج وحدت عالم انسانی است، محتاج صلح عمومی است و این اساس عظیم را یک قوه عظیمه لازم تا ترویج یابد. ناگهان همهمه ها اوج می گیرد. عبدالبها بر جایگاه ویژه کشیش در محراب نشسته، از آنجا سخنرانی می کند و سنت کلیسا را می شکند. بحث‌های پر آب و تاب رسانه‌ای تا زمانی که کشیش پرسی شخصاً برای قدردانی به محل اقامت او می‌رود ادامه می‌یابد. ادوارد گتسینگر از بهائیانی که سفرهای عبدالبها را برنامه‌ریزی می‌کند می‌نویسد: پذیرای نیویورک از حضور عبدالبها سرشار از وقار و ستایش بود. در برنامه صبح یکشنبه در کلیسای اسنشن جمعیت به قدری زیاد بود که همه ایستاده بودند. بزرگان شهر خواستار گفتگو با ایشان بودند و آقای کارنگی از ایشان خواهش کرد تا دعوتش را بپذیرند.
آرتور پیلزبری داج، مخترع و ناشر، جلسه عمومی برگزار می کند که در آن عبدالبها در مورد همبستگی ملت‌ها سخن می گوید. اتحاد شرق و غرب بحث اصلی عبدالبهاست، چنانکه در تالار اجتماعات کارنگی می گوید: امیدوارم که به حسن اخلاق و رفتار و حسن نیت شما بلکه در میان شرق و غرب الفت و اتحادی حاصل شود، زیرا عالم آفرینش به منزله یک شجر است و هر نفسی به مثابه برگ و شکوفه‌ای. در تالار ارل در دانشگاه کلمبیا از علوم نوین میگوید و توانایی علم را در کشف اسرار طبیعت میستاید. در پایان حضار آنقدر مشتاق گفتگو هستند که بازدید از محوطه دانشگاه به این دلیل لغو می شود. اما عده‌ای هم مایل به مجادله اند. هاتسن مکسیم، مخترع مواد منفجره، به اقامتگاه عبدالبها می رود تا به گفته خودش پیرمرد عجیبی را که ساده‌لوحانه از صلح می گوید ملاقات کند. این روزا تعداد کشته شده‌های سالانه در جنگ از تلفات حوادث صنعتی هم کمتره. عبدالبها پاسخ می دهد: جنگ بیش از هر واقعه دیگر قابل پیشگیری است. نام شما در صنعت جنگ مشهور شده است. اکنون فرصت دارید که شهرتتان مضاعف شود. شما باید به علم صلح اشتغال ورزید. در ابتدای اقامت در آمریکا، عبدالبها به تماشای نمایشی در برادوی می رود. نمایش صبوری دردناک در مورد مصلوب کردن مسیح که او را بسیار متأثر می کند. نویسنده نمایش پس از دیدار با عبدالبها در هتل ایشان می گوید: من در محضر پروردگار بودم. جولیت تامپسون در نیویورک عبدالبها را به جبران خلیل جبران، شاعر و نقاش لبنانی معرفی می کند. خلیل جبران که تصویر عبدالبها را طراحی کرده و از او تأثیر خاص گرفته می نویسد: او مرد بسیار بزرگی است، انسان کامل است، در روحش عوالم بسیاری دارد و چه صورت زیبا و گیرایی. اولین بار است که می بینم چهره آنقدر اصیل است که می تواند جلوه‌گاه روح القدس باشد. یکی از بانفوذترین عکاسان آمریکایی اوایل قرن 20، گرترود کایزبیر، از ایشان در استودیوی خودش عکاسی می کند. افرادی که با عبدالبها ملاقات می کنند، غالباً به شکلی غیرمنتظره پاسخ خواسته‌شان را می گیرند. روزی کشیش هوارد کالبی آیوز بدون مترجم به هتل انسونیا می رود به امید اینکه بتواند ملاقاتی شخصی با ایشان داشته باشد. آیوز فارسی نمی‌داند و انگلیسی عبدالبها محدود است. اتاق پذیرایی مملو از جمعیت است که ناگهان عبدالبها وارد می شود و آیوز را با اشاره به اتاق دیگری می خواند. من با عبدالبها تنها بودم و او سخن می گفت. به زبان من. آروم آروم حس کردم پسر عزیزش هستم. تجربه‌ای که با هیچ ارتباط پدر فرزندی در جهان خاکی برابر نبود. بغض کردم. در صندلی‌های کنار پنجره روبرو و چشم در چشم نشسته بودیم. وقتی نگاه نافذش به من افتاد احساس کردم قلبم گداخته میشه و گریستم. عبدالبها اشک‌هام رو پاک کرد و از من خواست گریه نکنم و گفت انسان همیشه باید مسرور باشه و خندید. اونقدر بی‌آلایش که انگار پسر بچه‌ای میخندید. بعد دستش رو بر سینم گذاشت و گفت این قلبت بود که داشت سخن میگفت. ناگهان خندان از جا بلند شد. انگار سرور روحانی تمام وجودش رو فرا گرفته بود و بعد من رو با مهربانی در آغوش گرفت. بلند شدم. بر گونه هام بوسه زد. دستش رو روی شونم گذاشت و من رو به طرف در راهنمایی کرد. تمامش همین بود. اما زندگی من از اون لحظه به بعد دیگه شبیه قبل نبود. حضور عبدالبها گاهی باعث کنجکاوی و یا شک در خبرنگاران می شود.
مری ویلیامز از معدود خبرنگاران زن آن دوران با نام مستعار کیت کرو می‌نوشت و شهرتش به دلیل مقالات پرکنایه در مورد افراد مشهور بود که با تصاویر تند فکاهی به قلم خودش همراه می‌کرد. بعد از مصاحبه‌ای در هتل انسونیا که به طرز عجیبی با احترام انجام می‌دهد، عبدالبها او را به قرار بعدیش دعوت و بعد در حالی که دستش را گرفته به سوی اتومبیلش راهی می‌کند. کرو فکر می‌کند دست در دست مردی سالخورده و ایرانی چه موضوع جالبی برای مطلب طنزش خواهد بود. همون لحظه ایشون با لحنی ملایم اما محکم گفتن فراموش نکنید شما روزنامه‌نگاران خادمین مردم هستید، مفسر رفتار و گفتار ما برای اونهایید، مسئولیت مهمی بر عهده شماست، لطفاً یادتون بمونه و ما را با جدیت ببینید. عبدالبها کرو را با خود به مرکز بایری میبرد و قرار است آنجا برای صدها مستمند سخنرانی کند. امشب من بسیار مسرورم، زیرا به دیدن دوستان خودم آمدم. شما هم قطار و اقران من هستید. ملکوت الهی از آن فقراست. حضرت مسیح از فقرا بود، نه از اغنیا. حال شما تعصیب مسیح نموده اید. شکر کنید خدا را و مرا قبول نمایید تا من نیز یکی از شما باشم و خادم فقرا شوم. در پایان یکی از همراهان بسته‌ای به عبدالبها می‌دهد. کرو از محتوای بسته سوال می‌کند و او آهسته جواب می‌دهد کمی خردریز با برکت است که با دوستانم قسمت می‌کنم. فکر میکنین اون خردریزای با برکت چی بودن؟ حدود $200 سکه‌های نقره 25 سنتی. فکرشو بکنین کسی به آمریکا بیاد و به جای پول گرفتن پول قسمت کنه. اون شب حتی یه نفر از اون فقرام بی سرپناه نموند. تو بازگشت گفته یکی از شیفتگان شرق رو با خودم زمزمه میکردم که عبدالبها رو به نسیم پروردگار تشبیه کرده بود. بیستم آوریل عبدالبها به واشنگتن دی سی میرسد. البرت هابرد در روزنامه‌اش گزارش میدهد مردی بزرگ اخیراً به آمریکا سفر کرده است. عبدالبها از سرزمین ایران می آید و خود را خادم خداوند می نامد. او مسیحای نوین است. با تمام طبقات مردم ملاقات می کند. بگذارید به هر بانک، کارخانه، ساختمان اداری و کلیسا قدم بگذارد تا ببینید همه چیز کنار گذاشته می شود و چشمها و گوشها تا زمانی که محل را ترک نکرده فقط متمرکز و جذب او می شود. اگنس پارسنز دختر یکی از افسران ژنرال کاستر بعد از ازدواج با یکی از ثروتمندان با جمعی از دوستان صاحب نامش در سال 1910 برای ملاقات با عبدالبها به عکا سفر کرده بود و حالا در منزل بزرگش که به سبک معماری جورجیان ساخته و گنجایش 150 مهمان داشت میزبان ایشان شده بود. اگنس هنرمندان، نویسندگان، سیاستمداران و اساتید دانشگاهی زیادی را در جمع‌های کوچک و بزرگ شهر با عبدالبها آشنا می‌کند. او روز 26 آوریل میزبان تعداد زیادی از جمله وزیر خزانه‌داری وقت لی مک‌کلانک برای ملاقات با عبدالبها می‌شود. احساس می‌کردم در محضر یکی از انبیای بزرگ هستم. اسحاق، ایلیا؟ نه، اینا نبود. در کنار مسیح؟ نه، انگار در محضر پدر آسمانیم بودم. عبدالبها برای جمعیت انبوهی در یکی از کلیساهای یونیتریان به نام پرزیدنت تفت و همچنین در سالن باشکوه کنتینانتال دختران انقلاب آمریکا در حضور اصلاح طلبانی مثل ساموئل گامپرس، رئیس تالار جولیا گرین اسکات و برای حضاری که به 3000 نفر میرسند و زنان جوان طالب حق رأی از اهمیت حقوق زنان میگوید. در انتها همگی به احترامش برمیخیزند. از جمله تعالیم بهاءالله تساوی حقوق رجال و نساء است. وقتی این بیان را در شرق فرمود، مردم بسیار استغراب می نمودند. یکی از دلایل پیشرفت زنان همین بنای رفیع و این مجمع عظیم است. زمانی که از لزوم آموزش برابر برای زنان و مردان میگوید، تشویق حاضرین به اوج میرسد. روزنامه‌ای گزارش کرده است: عبدالبها رهبر آیین بهایی
دیشب در آخرین سخنرانی عمومیش در این شهر در سالن کنتیننتال همگان را به پیشبرد تساوی حقوق زن و مرد دعوت کرد. گراهام بل مخترع تلفن شیفته عبدالبها می شود و ایشان را برای سخنرانی در انجمنش، جایی که اعضا با هم به طرح و بررسی اکتشافات خود می پرداختند، دعوت می کند. عبدالبها از اهمیت علم می گوید. میرزا محمود می نویسد: قلوب حضار چنان تحت تأثیر قرار گرفته بود که وقتی نفر بعدی برای ایراد سخنرانی برخاست، گفت: سخنان این استاد شرقی چنان زیبا و بی‌نظیر بود که من زبانم را برای هر سخنی قاصر می‌دانم. و نشست. با هماهنگی اگنس پارسنز، تئودور اسپایسر سیمپسون، مجسمه ساز نامدار انگلیسی، از چهره عبدالبها مدالی طراحی می‌کند. مجالس مجلل گراهام بل، معروف به گرد همایی عصر چهارشنبه، یکی از مجامع مهم علمی شهر واشنگتن بود. یکی از همون چهارشنبه ها بود که من عبدالبها را ملاقات کردم. خانم پارسنز از من درخواست کرد که چهره او را نقاشی کنم، ولی آیا برای طراحی حاضرن روبروی من بشینن؟ خانم پارسنز تعدادی از دوستانش رو برای ملاقات با ایشون دعوت کرد. بعد از معرفی ها عبدالبها دست من رو گرفتند و رفتیم نشستیم و مدتی رو در مورد زیبایی شناسی و به ویژه هنر ایرانی صحبت کردیم. خانم پارسنز مطمئن بود که ایشون خواهش من رو میپذیرن و قبول کردن. هنرمند معروف لوئیس پاتر هم کمی بعدتر مدال دومی از ایشان طراحی میکند. گرچه اسناد مورخین کمی با هم متفاوتند، اما به نوشته میرزا محمود، تئودور روزولت، رئیس جمهور سابق هم در منزل اگنس پارسنز با ایشان دیداری دلپذیر داشته. طبق مقاله‌ای در 20 ژانویه 1912 در نیویورک تریبیون، ظاهراً روزولت پیش از این ملاقات هم در مورد ایشان شنیده بوده است. او خود را به طرز شگفت‌آوری متأثر از تعلیمات عبدالبها، مربی پارسی دینی جهانی می‌داند که قرار است در ماه می به آمریکا سفر کند. هنرمند و بازیگر با نفوذ تئاتر الیس پایک بارنی با خلق موقعیت‌ها و رقص‌های بداهی همراه با موسیقی بین اقشار مختلف محبوبیت زیادی داشت و سرآمد هنرمندان نمایشی واشنگتن بود. الیس همراه با دخترش لورا عبدالبها را در سال 1905 و در عکا ملاقات کرده بود. لورا بارنی، دختر الیس، بعدها به خاطر ترجمه‌هایش از سخنان عبدالبها در یکی از ملاقات‌هایش در عکا شناخته شد و نوشته‌هایش در کتابی به نام مفاوضات به چاپ رسید. در واشنگتن، الیس به افتخار ایشان چند مهمانی در استودیوی تئاترش برگزار می‌کند. خبرنگاری می‌نویسد: تمام دیروز بعد از ظهر بانوان با اتومبیل یا کالسکه برای دیدار با آن رهبر سالخورده از راه می‌رسیدند. از جمله دختر روزولت، خانم نیکولاس لانگورث، که بسیار مشتاق بود. یکی از منشیان عبدالبها در عکا، علی قلی خان، که از سال 1901 برای کار در کنسولگری ایران به آمریکا آمده و کاردار سفارت ایران شده بود، توانست میزبان چند مهمانی برای آشنایی رجال برجسته سیاسی آن زمان با عبدالبها باشد. او حتی دعوتنامه‌ای برای دیدار ایشان از کاخ سفید و صحبت در کنگره ایالات متحده ترتیب داد که البته به دلیل تداخل با برنامه‌های دیگر عملی نشد. اولین ازدواج یک ایرانی بهایی با یک آمریکایی، ازدواج علی قلی خان با فلورنس برید، اهل بوستون، و نمادی از پیوند شرق و غرب بود. عکس عبدالبها با فرزندان علی قلی خان نمونه است از موقعیت‌های بیشماری که تمام توجه او متمرکز بر کودکان است. زیا پاشا، سفیر ترکیه، نیز ضیافت شامی به افتخار عبدالبها برگزار می‌کند که در آنجا نیز تأکید ایشان بر اتحاد شرق و غرب است. همچنین در مورد کنفرانسی با عنوان وحدت خاور و باختر در کتابخانه عمومی واشنگتن، میرزا محمود می‌نویسد: تالار مملو از جمعیت بود و وقتی سرکار آقا وارد شدند، حضار مبهوت شده بودند. آنقدر ایستادند تا ایشان اشاره به جلوس نمودند. لوئیس جی گرگوری از وکلای آفریقایی تبار و از نواده بردگان در سال 1909 در واشنگتن از پیروان آیین بهایی شده بود. عبدالبها به او میگوید: امیدوارم
سبب شوی که جنس سیاه و سفید دیده از الوان بپوشند و به حقیقت انسانی نظر نمایند. گریگوری با وجود مخالفت‌ها چندین جلسه ترکیبی از سیاه پوست و سفید پوست برگزار کرده بود. او در سال 1911 به عکا رفته و عبدالبها او را تشویق کرده بود که با اختلافات نژادی با عشق و بردباری مقابله کند. گریگوری در واشنگتن دی سی سخنرانی‌هایی برای عبدالبها در جمع آفریقایی تبارها تنظیم می‌کند و ایشان در انجمن ادبی تاریخی بتل در کلیسای آفریقایی متروپولیتن متودیست در برابر جمعیتی عظیم و مختلط از نژادها سخنرانی می‌کند. در دانشگاه هاوارد، نخستین دانشگاه سیاه‌پوستان آمریکا، عبدالبها خطاب به بیش از 1600 استاد و دانشجو توضیح می‌دهد که همبستگی بشر فراتر از تفاوت نژادهاست. امروز من در نهایت سرورم، زیرا می‌بینم بندگان الهی در این مجمع حاضرند. سفید و سیاه با هم نشینند. در پیش خدا سفید و سیاه نیست. کوشش نمایید تا شما نیز ترقی فوق‌العاده نمایید و با هم امتزاج تام یابید. عبدالبها برای حضار که از نژادهای گوناگون هستند، نگرش تازه‌ای از چگونگی اتحاد و پیشرفت سیاه‌پوستان مطرح می‌کند. بعد همراه با لوئیس گریگوری به مهمانی ناهاری که در سفارت ایران برای ایشان و افراد متشخص واشنگتن ترتیب داده شده می‌رود و تا هنگام نهار به گفتگو ادامه می‌دهد. واشنگتن در آن زمان درگیر مسئله اختلاف نژادی بود، تا حدی که آمریکاییان سفیدپوست در کنار سیاه‌پوستان حتی غذا نمی‌خوردند. وقتی عبدالبها بقیه مهمانها را به اتاق پذیرایی می‌خواند، گریگوری کناری می‌ایستد و آرام خارج می‌شود. عبدالبها اما جایگاه افتخاری سمت راست خود را به لوئیس گریگوری، وکیل آفریقایی تبار اختصاص می‌دهد و علی قلی خان با عجله او را به داخل ساختمان باز می‌گرداند. وقتی همه مدعوین می نشینند، عبدالبها بلند می شود، بی توجه به نامعمول بودن این رویداد، با اعلام اینکه از حضور آقای گریگوری بسیار خوشنود است، از اهمیت برابری نوع بشر می گوید. گریگوری بعد از آن روز می نویسد: عبدالبها با طنز فوق‌العاده و حکمت و محبت سرشار خود باعث شدند همه احساس آرامش کنند. خانمی از بهائیان انگلیس به نام لویزا متیو که با لوئیس گریگوری در زمان ملاقات با عبدالبها در سرزمین مقدس آشنا شده بود، میگوید که چگونه عبدالبها گل سفیدی به او داده و از او میخواهد که گل را به گریگوری بدهد. با نگاه خاص متوجهم کردن که دلشون میخواد من با آقای گریگوری ازدواج کنم. لویزا و لوئیس ازدواج می‌کنند و سالهای زیادی را در کنار هم به سر می‌برند. شیکاگو دیفندر، مهمترین روزنامه آفریقایی تبارها در آمریکا، در گزارشی درخشان از نقش عبدالبها در ائتلاف نژادی بهائی‌های واشنگتن می‌نویسد. دیدار ایشان از واشنگتن بسیار موفقیت آمیز بود. او میهمان یکی از ثروتمندترین بانوان واشنگتن بود که با زعمای قوم در پایتخت رفت و آمد دارد و در خانه‌اش بر روی غنی و فقیر، سیاه و سفید همواره باز است. مردمان جنوب آمریکا که زمانی قلوبشان مملو از تلخ‌ترین تعصبات بود، اعتراف کردند که قلباً منقلب شدند. روز 28 آوریل عبدالبها با قطاری به سوی شیکاگو می رود. یکی از شهرهایی که به تلخی در اختلافات نژادی دسته‌بندی شده بود. او در هال هاوس که توسط جین ادمز، معاون انجمن حمایت از زنان و رئیس حزب صلح زنان برای پناهدهی به مهاجرین تأسیس شده بود، پیرامون مسئله تبعیض نژادی و مقابل جمعیتی چشمگیر سخنرانی می‌کند. آیا جایز است که این تفاوت مورث انشقاق و تجزی یک ملت و یک خاندان شود؟ این نژادهای متنوع بشری هماهنگی و زیبایی رنگ‌های مختلط را به کل می‌بخشد. پس در این گلستان بشری همه باید مانند گلها در کنار یکدیگر برویند و با هم درآمیزند. بعد از سخنرانی، کودکان و مردان مهاجر بی اشتغال گرد او حلقه می‌زنند و او به هر کدام چند سکه می‌دهد.
پس از آن به 4مین همایش سالانه انجمن پیشرفت سیاه‌پوستان می‌رود. بحث آن روز انجمن پیش از ورود عبدالبها قتل سیاه‌پوستان توسط متعصبین و تبعیض در محل کار است. آیا میتوان گفت که انسان متعلق به یک رنگ خاص، سفید، سیاه، قهوه‌ای، زرد، سرخ، تصویر حقیقی خالق خود است؟ رنگ اهمیتی ندارد. انسان به صرف خصایص جسمانیش انسان نیست. میزان سنجش الهی، عقل و روح انسان است. W.E.B. دی بویز، سردبیر نشریه این انجمن، در مؤثرترین روزنامه آفریقایی تبارها به نام کرایسیس در مقاله‌ای می‌نویسد: 1000 نفر با سرخوردگی بیرون تالار ماندند و از تجربه حضور عبدالبها و جهانمداری آرام و دلنشین او محروم شدند. دی بویز عبدالبها را به عنوان شخصیت آن ماه نشریه‌اش برمی‌گزیند و گزیده‌ای از سخنان او در انجمن سیاه‌پوستان را منتشر می‌کند. اتحاد نژادها از موضوعات مهم سخنان عبدالبها در این سفر باعث جذب آفریقایی تبارهای زیادی به آیین بهایی می شود. از جمله الین لاک، پژوهشگر برجسته و پایه‌گذار جنبش هارلم رنسانس، آیدا بی ولز از فعالان مدنی مهم شیکاگو و رابرت ابت، ناشر روزنامه شیکاگو دیفندر. عبدالبها در شیکاگو در مورد برابری حقوق زنان با مردان تأکید می کند و در کانون اتحادیه زنان در هتل لاسال سخنرانی می کند. در سال 1907 کورین ترو به اراضی مقدس سفر کرده بود تا برای توماری که توسط بهائیان آمریکا امضا شده بود از عبدالبها تایید بگیرد. در این تومار آنها خواستار اجازه ساخت مکان عبادت یا مشرق الاذکار شده بودند. پاسخ عبدالبها شورای بهائیان شیکاگو را که فقط متشکل از مردان بود حیرت زده کرده بود. آنها باید با کورین ترو مشورت می‌کردند و به ویژه باید در هیئت بررسی این طرح از خانم‌ها دعوت به همکاری می‌شد. در اول ماه می با وجود وزش شدید باد و در حضور 300 نفری که نشسته و 200 نفری که در حاشیه ایستاده اند، عبدالبها زمین مشرق الاذکار ویلمت را افتتاح می کند. هرچند من بعد هزاران مشرق الاذکار تأسیس یابد، ولی چون این مشرق الاذکار اول تأسیس الهی در امریکاست، لحاظا بسیار مهم است. خیاط فقیری به نام نتی توبین که سالها پیش قطع سنگی از بقایای یک ساختمان را برای خود نگه داشته بود، در روز افتتاحیه با کمک پسرکی روزنامه فروش سنگ را کشان به زمین مشرق الاذکار می آورد. عبدالبها آن سنگ را نشانی از فداکاری مؤمنین می نامد و چند جوان را مأمور حمل آن می کند و بعد تعدادی بیل از ساختمانی قرض می شود. کورین ترو می پرسد: در چنین روزی زنها هم اجازه دارن یه مقدار از خاک رو جابجا کنن، درسته؟ لوا گتسینگر از مبلغین بهایی جلو می آید تا در این حرکت سهمی داشته باشد و بعد تعدادی از زنان شرقی و غربی با حرکتی تمثیلی با هم در حفر گودال برای قرار دادن آن سنگ بزرگ شرکت می کنند. عبدالبها مشتی خاک به عنوان یادگار به چند نفر اهدا می کند و سپس به نمایندگی از همه انسانها سنگ بنا را درون گودال می‌غلطاند. با یک بیلچه مقداری خاک دور سنگ می‌ریزد، خاک را در هم فشرده و محکم می‌کند و می‌گوید: مشرق الاذکار همکنون ساخته شده است. نصب سنگ بنای مشرق الاذکار یکی از وقایع قابل توجه دوران عبدالبها و نقطه عطفی می شود در ایجاد یک جامعه متحد بهایی که در آمریکای شمالی در حال شکل گرفتن بود. از سال 1933 زمانی که نخستین دیدارهای دست جمعی از این مکان آغاز شد، این معبد و محوطه اطرافش همواره برای عبادت و نیایش به روی عموم باز بوده است و باغ‌ها و بنای معبد آراسته‌تر و زیباتر می شوند.
11 ماه می در نیوجرسی، عبدالبها در برابر حدود 800 نفر در کلیسای مانتکلر یونیتی صحبت می‌کند. پس از آن سخنرانی دیگری با حضور 2000 نفر در مجمع صلح جهانی در کلیسای گریس متودیست اپیسکوپال نیویورک انجام می‌دهد و روز بعد میهمان افتخاری انجمن صلح نیویورک می‌شود. آنا گارلین اسپنسر، کشیش طرفدار حق رأی زنان و همچنین پشتیبان صلح جهانی، عبدالبها را به عنوان نبی شرق و پیامبر صلح معرفی می‌کند. عده‌ای دیگر چون سرکنسول ایران ژنرال توپاکیان نیز او را پیامبر روشنفکری و صلح برای امپراتوری پارسی و افتخار ایران می‌نامد. سپس دکتر استیون اسوایز، رئیس و یکی از بانیان انجمن پیشرفت سیاه‌پوستان، به ایشان خوش آمد می‌گوید. میرزا محمود می‌نویسد: سرکار آقا به پا خواستند و یکباره هیجانی عجیب حضار را فرا گرفت. ایشان نطقی بی‌نظیر ایراد فرمودند که همگی را تحت تأثیر قرار داد. روز بعد عبدالبها به دعوت آلبرت اسمایلی برای سخنرانی در کنفرانس 1912 انجمن صلح بین‌المللی به لیک موهانک سفر می‌کند. اسمایلی عضو گروه مذهبی کویکر و مؤسس مانتن هاوس و کنفرانس‌های حل اختلاف، در سال 1911 نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شده بود. در طول مسیر، عبدالبها با همراهانش لوا و ادوارد گتسینگر و مانفورد میلز، وکیلی از نیویورک، در حالی که از زیبایی طبیعت به وجد آمدند و شادمانه می‌خوانند، در کالسکی راهی لیک موهانک می‌شوند. آن شب عبدالبها اظهار می‌دارد که دین زمانی باعث اتحاد عالم می‌شود که با الهام از روح مقدس پروردگار باشد. او همچنین از علم و دین به عنوان دو عامل مکمل یاد می‌کند که در صورت درک حقیقتشان متوجه می‌شویم که هرگز علیه همدیگر نیستند. لینچ، کشیش متروپولیتن تمپل در نیویورک، می‌گوید: بهترین سخنرانی بود که تا به حال شنیدم. سرشار بود از روحیه اتحاد. اگه فراتر از اختلافات زبان، ملیت، نژاد، رنگ و روحیات برید، اون وقت می‌بینید که همگی یکی هستیم. همان شب و پیش از خداحافظی، ضیاء بغدادی، یکی از همراهان عبدالبها، به خواست ایشان و برای قدردانی از زحمات آلبرت اسمایلی با قطاری باری راهی شهر می شود و فردای آن روز در اتومبیل پستچی محل و با یک قالی رأس ساعت 10 صبح، درست هنگام خداحافظی عبدالبها با میزبانش آلبرت اسمایلی، به لیک موهانک باز می گردد. سالها بود که آرزوی چنین فرشی رو داشتم. قالی ایرانی ما که درست شبیه این بود در آتش سوزی از بین رفت و همسرم رو خیلی متاثر کرده بود. این هدیه بسیار خوشحالش میکنه. عبدالبها در شرق آمریکا به برنامه‌های فشرده و طاقت فرسای جلسات و سخنرانی‌ها با کمال نشاط ادامه می‌دهد. روز 22 ماه می در ایستگاه قطار باستن، نمایندگان بسیاری از سازمان‌های مختلف به استقبال عبدالبها می‌آیند. او در هتل چارلز گیت ساکن می‌شود. در کنفرانس انجمن یونیتریان که در کلیسای تریمونت باپتیست تمپل برگزار می شود، 800 پیشوای روحانی و حدود 2000 نفر از مردم جمع شدند. رابرت لوس، معاون استاندار ماساچوست، با بیانی فصیح عبدالبها را معرفی می کند. ایشان در مورد پیشرفت و تکامل در آفرینش صحبت می کند که جمعیت بلند می شوند و با کف زدنهای ممتد او را می ستایند. در دانشگاه کلارک در شهر ورچستر بیش از 1000 دانشجو، استاد و افراد دیگر شنونده سخنانش در مورد اهمیت دانش می‌شوند. او
همچنین میهمان جوزف هانتینگتون وایت و آلن دنفورد وایت در بروکلاین می شود. خانه ای با شکوه بر روی یک تپه با چشماندازی از دریاچه و باغچه‌های متنوع و زیبا. در آنجا عده زیادی به دیدارش می آیند و ظاهراً ایشان از سکوی یک آمفی‌تئاتر کوچک در فضای باز برای مدعوین صحبت می کند. میرزا محمود می گوید آن حضرت از جلسه آن روز و آن محیط زیبا بسیار خوشنود بودند. بعد در خانه یکی دیگر از دوستان با جمعی از فلاسفه بیش از 2 ساعت به گفتگو پرداختند. بهائیان شهر برای خداحافظی گردهمایی عظیمی در تالار هانتینگتون تشکیل می‌دهند که در آنجا عبدالبها درباره نشانه‌های پیشرفت در قرن 20 صحبت می‌کند. در سفر بعدی به بوستون در ماه اوت، عبدالبها 18 سخنرانی ایراد می‌کند و با چندین کشیش، خاخام و خبرنگار شخصاً ملاقات می‌کند. او در انجمن تفکر جدید از تلاش بشر برای بهسازی دنیا و در حضور 500 نفر در فرانکلین اسکوئر هاوس در مورد موفقیت‌های عظیم و تاریخی زنان می‌گوید. در عین حال که این اصل تصاوی درست است، این نکته نیز حقیقت است که زنان باید قابلیت و شایستگی خود را ثابت نمایند و شواهد تصاوی را نشان دهند. در انجمن عرفان خطاب به 500 نفر از همبستگی بین ادیان و از ضرورت تعادل بین تمدن مادی و روحانی سخن می‌گوید. در میلفورد پنسیلوانیا، عبدالبها برای گفتگو با شخصیت‌های برجسته دولت به املاک گیفورد پینچو، حامی مشهور محیط زیست که بعداً فرماندار ایالت پنسیلوانیا شد، دعوت می‌شود. در پاسخ به سوالی در مورد جنگ احتمالی در اروپا، عبدالبها شکست و تجزیه امپراتوری‌ها را پیش‌بینی می‌کند. روز شنبه 8 ماه ژوئن، عبدالبها به فیلادلفیا سفر می‌کند. در آنجا اقامتی کوتاه به مدت 45 ساعت دارد و روز یکشنبه 3000 نفر را در هتل ریتن هاوس و در 2 کلیسا مورد خطاب قرار می‌دهد. در کلیسای یونیتریان تشریح می‌کند که ساحت الوهیت مقدس از درک انسان است و از پیامبر نوین بهاءالله می‌گوید و پیامش که یکتایی خداوند و یگانگی همه عالم انسانی است. از جنبه‌های این یگانه شدن، برابری حقوق زن و مرد و ایجاد امکانات تحصیلی مشترک است. او همچنین از تعلیم و تربیت زنان به عنوان عامل مهم استقرار صلح جهانی نام میبرد. چون نوع بشر یک نوع تعلیم یابد، وحدت رجال و نساء اعلان گردد و بنیان جنگ و جدال برافتد. زنان مهمترین عامل استقرار صلح عمومی و حکمیت بین المللی خواهند بود. مطمئناً زنان جنگ را ملغا خواهند ساخت. عبدالبها به دعوت دکتر راسل کامبل، کشیش باپتیست تمپل، نویسنده و مؤسس دانشگاه تمپل، برای 2500 نفر از 2 گرایش طبیعت و دیانت در عالم انسانی صحبت می‌کند. عبدالبها بیش از 3 هفته دیگر در نیویورک اقامت می کند و در این مدت در 31 گردهمایی سخنرانی می کند. در همین دوران اقامت در نیویورک است که در روز 18 ماه ژوئن در منزل مکنات در بروکلین فیلمبرداری از ایشان در 5 قطعه کوتاه تصویربرداری می کند.
جولیت تامسون هر روز با ایشان ملاقات می‌کند و اغلب به عبدالبها و همراهانش برای راهپیمایی روزانه در پارک ریورساید ملحق می‌شود. یکی از این روزهاست که با تعجب شاهد ملاقات پرشفقت عبدالبها با والتر همپتون، بازیگر بزرگ تئاتر می‌شود. دیدم که با محبت اون بازیگر جوون رو در آغوش گرفتن. والتر چهره‌ای ویژه، متین و آرام داشت. قبلا روی صحنه و در نمایش خادم در نقش مسیح دیده بودمش. انقدر نقشش رو عمیق و روحانی بازی می‌کرد که از صمیم قلب دعا کرده بودم روزی بتونه با عبدالبها ملاقات کنه. جولیت از کودکی آرزو داشت صورت مسیح را نقاشی کند. وقتی که عبدالبها با تقاضای او برای نقاشی از چهره ایشان موافقت می‌کند، این برای او همان آرزوی کودکی است که محقق می‌شود. جولیت تقاضای دعا می‌کند و عبدالبها می‌گوید چون این کار را به خاطر خدا انجام می‌دهی، بدان که ملهم می‌شوی. در پایان ماه می در شهر فنوود در ایالت نیوجرسی، علیرغم گرمای بسیار و هوای شرجی، عبدالبها 3 سخنرانی ایراد می‌کند. بعد برای رهایی از گرمای شهر به مدت 9 روز به مانتکلر می‌رود و در آنجا فرصت می‌کند به خرید خاروبار و طبخ غذا بپردازد، در شهر راه برود و از فروشگاه صنایع دستی شرقی که صاحبش دیکران بدیکیان از ارامنه است دیدن کند. ویکتوریا بدیکیان، همسر صاحب فروشگاه، از پیروان آیین بهایی می شود و بعدها با طراحی‌ها و جدیتش در آموزش کودکان معروف می شود. بیست ماه ژوئن، عبدالبها مانتکلر را به سمت وست انگلوود ترک می کند. روی ویلهلم، یکی از بهاییان مشهور منطقه که ایشان را با اتومبیلش به نقاط مختلف شهر می برد، ضیافت اتحادی را در فضای سرسبز منزلش برگزار می کند. عبدالبها در مورد هدف آن جمع میگوید: این محفلی است روح افزا، این یوم یومی است جدید و این ساعت ساعتی بدی، چون این محفلی نظیر و مثیل در عالم انسانی ندارد، عالمی که در آن مردم با نیات جسمانی به سوی هم جلب میشوند یا منافع مادی، زیرا این محفل نمونه ای از مصاحبت قلبی و روحانی در عالم ابدی است. در قرون و اعصار آینده صدها هزار محفل به یادبود این فضا برپا خواهد شد و در آنها همین کلماتی که امروز برای شما بیان می کنم تکرار خواهد شد. شما باید حکم یک دل و یک روح و یک احساس داشته باشید. امید است که امواج یک بحر، نجوم یک آسمان، اسمار یک شجر و ازهار یک بوستان گردید و از طریق شما خیمه وحدت عالم انسانی در جهان استقرار یابد، زیرا شما خوانده شده اید تا ندای وحدت را در بین ملل بلند نمایید. مهمانان حدود 250 نفر از مسیحیان، یهودیان و مسلمانان از سفید و سیاهند که به دور میزهایی در زیر سایه درختان صنوبر نشستند. عبدالبها در خانه روی ویلهلم میماند. بعد در موریستاون با توپاکیان سرکنسول ایران دیدن می کند. در نیویورک هر روز جمعی برای شنیدن سخنان او گرد هم می آیند. از جمله الن تالر بیچر که نوه 13 سالش دوروتی را برای ملاقات با عبدالبها همراه خود می آورد. دختر در ابتدا می ترسد
ولی بعد که عبدالبها او را در کنار خود می‌نشاند، نگاهش را از ایشان بر نمی‌دارد. عبدالبها به مادر بزرگ دوروتی میگوید نوه شما دختر خود من است، او را به خاطر من تربیت کنید. دوروتی کوچک بعدها زندگیش را وقف انتشار دین بهایی می‌کند. 25 ژوئیه عبدالبها به منزل اگنس پارسنز در نیو همپشایر وارد می شود و طی 3 هفته اقامتش در آنجا چندین سخنرانی خصوصی و گروهی انجام می دهد و نیز نامه‌هایی به نقاط مختلف جهان نوشته و ارسال می کند. در این شهر است که باز کمی فرصت استراحت، پیاده روی در جنگل و خرید مواد غذایی و آشپزی برای دوستان را پیدا می کند و با آقای پارسنز و در کالسکه او به بیرون شهر و کنار دریاچه دابلین می رود. اگرچه خانواده پارسنز میزبان او و همراهانش است، اما عبدالبها اوقاتی را در مهمانسرای دابلین به سر می کند تا بتواند کمی در خلوت استراحت کند. ملاقات کنندگان بیوقفه می آیند. از پورتلند، اورگان، واشنگتن دی سی، باستون، کمبریج، نیویورک و نیوجرسی و عبدالبها برای خوش آمد به مراجعین به ایستگاه قطار هریسویل می رود. هارمن از رهبران اهل عرفان در باستون نیز به ملاقات می آید. وقتی به اون روزا فکر می کنم، ایشونو با همون منش ملکوتی و پرشکوهی به یاد میارم که اطرافیانشونو تحت تاثیر قرار میداد. جذبه فراتبیعی اون حضرت رو باید از نزدیک حس می‌کردید تا بتونید کمال عظمتشون رو درک کنید. عبدالبها از اولین اردوگاه تابستانی و پسرانه ایالات متحده در روستایی به نام چشم با همراهی دکتر چارلز همفورد هندرسون، سرپرست آن محل، دیدار و با جوانان اردوی تابستانی صحبت می‌کند. آنها هم در پایان برای عبدالبها عملیات ژیمناستیک اجرا می‌کنند. عبدالبها در دوران اقامت در دابلین هر روز عصر در خانه پارسنز با جمعیتی که گاه به 75 نفر میرسد ملاقات میکند. از جمله هنرمندانی چون جوزف لیندن، ابت تیر و جورج دی فارست که ایشان را به نهار دعوت میکند و بعدها به دیانت بهایی ایمان میآورد. افراد دیگری نیز به دیدار ایشان می‌آیند، از جمله فرانکلین مکوی، وزیر دارایی ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری تفت و پروفسور رافائل پامپلی، زمینشناس، کاشف و استاد دانشگاه هاروارد که عبدالبها هم از منزل او دیدن می‌کند. عکس‌هایی که از ایشان در دابلین گرفته شده، کار عکاس حرفه‌ای الیز پامپلی کبت، دختر رافائل پامپلی است. تنها سخنرانی عمومی عبدالبها در دابلین در کلیسای یونیتریان با حضور حد اکثر ظرفیت سالن، یعنی 300 نفر انجام می شود. کلیسایی ساخت سال 1852 که به عنوان محل شورای شهر هم از آن استفاده می شد. کشیش کالبی آیوز از سلوک او چنین می گوید: هیچ حرکت دستی از روی تعصب یا اشاره انگشت به کنایه و هیچ نشانی از حالت تدریس معلم و شاگرد وجود نداشت، بلکه با افراشتن دستاشون برای تشویق گویی همه رو به راستی به آسمان می بردند و صداشون ناقوسی پرتنین و گوش نواز اما نه بلند و چنان گیرا که آهنگش دیوارهای تالا رو مرتعش می کرد. اگنس پارسنز میگوید: از قدرت کلام عبدالبها حضار بی حرکت بودند. من هرگز چهرهشون رو به اون حالت ندیده بودم و تا این حد تحت تاثیر قرار نگرفته بودم. سخنرانی 50 دقیقه‌ای عبدالبها متمرکز بر آموزش حقیقی، نیروی روحانی و تعالیم بهاءالله است و با خواندن مناجات به پایان میرسد. میرزا محمود مینویسد: حالت تواضع بی‌نظیری فضا را در بر گرفته بود و زمزمه تحسین از هر سو بلند بود.
عبدالبها پیش از ترک دابلین به تماشای یک نمایش می رود و بعد افراد مختلفی را برای خداحافظی دعوت می کند و پس از شنیدن قطعه موسیقی که در منزل اگنس اجرا می شود، برای حضار که از فرط جمعیت تنها امکان ایستادن داشتند، از قدرت روحانی موسیقی می گوید. در غروب آخرین دیدار در دابلین، تعداد زیادی مهمان خانواده پامپلی می شوند. در حین شام، عبدالبها ضمن یادآوری خاطرات طنز میگوید که چنین داستانهایی از سختی دوران اسارت او و خانواده ایشان کم می‌کرد. عکا، نخستین روزهای قرن 20. با وجود آزادی نسبی، عبدالبها در شرایطی پرمشقت و خطیر زندگی می کند و شنیدن خبر شکنجه و آزار وحشیانه بهائیان در سرزمین ایران او را بیشتر محزون می کند. شکنجه جسمی و آزار روحی نوباوران به آیین بهایی همچنان ادامه دارد. بعضی از اعضای خانواده هم بر ضد ایشان توطئه کردند. با وجود همه اینها، عبدالبها همچنان به کاشتن درخت ادامه می‌دهد و میوه‌های آن را میان دوست و دشمن قسمت می‌کند. در 17 ماه اوت، عبدالبها به مرکز گرینیکر در شهر الیت واقع در ایالت مین می رود. مرکزی که به همت سرا فارمر و برای همایش افراد با پیشینه‌ها و نظرات متفاوت تأسیس شده بود. سرا دختر موزس گریش فارمر، نابغه رشته برق، و هانا شپلی فارمر، فعال اجتماعی و بانی کاشانه‌هایی برای مادران و فرزندان تهیدست بود. منزل آنها در زیرگذر ایستگاه قطار و معاشرینشان اصلاح طلبانی چون سوجورنر تروث و هریت تابمن بودند. در 1893 به مناسبت پارلمان جهانی ادیان، سرا فارمر سوامی ویوکانندا و دارماپالا را برای سخنرانی به گرینیکر دعوت کرده بود. گرینیکر جایی بود که اصلاحگران اجتماعی، اساتید، هنرمندان، دانشمندان، پژوهشگران ادیان و فلاسفه برای تبادل عقاید گرد هم می آمدند. سال بعد سرا گرینیکر را وقف آرمان‌های صلح و یگانگی کرد و در آنجا نخستین پرچم صلح را برافراشت. در سال 1900 سرا در شهر عکا با عبدالبها ملاقات کرده و به تعالیم ایشان معتقد شده بود. وقتی عبدالبها به گرینیکر میرسد، سرا در یک مرکز توانبخشی در نیو همپشایر بستری است. برای استقبال از خودروی حامل عبدالبها به گرینیکر، فانوس‌های ژاپنی رنگارنگ و صف مشتاقان خیابان را زینت تازه‌ای بخشیده. ایشان پس از استراحت در اتاقی در طبقه 3 میهمانخانه گرینیکر در مورد جستجوی حقیقت نطقی کوتاهی راد می‌کند. سپس به دیدار سرا فارمر به مرکز توانبخشی می‌رود. از دیدن حضرت عبدالبها چنان شعفی به او دست داد که قلوب حاضرین را به رقت آورد. عبدالبها طی 1 هفته اقامتش در آنجا سرا فارمر را به گرینیکر می آورد و به دیدن اماکن تاریخی می برد. هر شب عبدالبها چند صد نفر را مورد خطاب قرار داده، در مورد یگانگی انسان، نیاز به صلح جهانی و نقش محبت سخن می گوید. فرد مورتنسن، اهل مینیاپولیس که پیشینه‌ای به عنوان مجرم داشت، توسط وکیلش آلبرت هال با آیین بهایی آشنا شده بود. وقتی او از حضور عبدالبها در گرینیکر باخبر می شود، احساس می کند باید ایشان را ببیند و از آنجا که پولی ندارد، روی یک قطار باری می پرد و گاهی بر روی سقف و لحظاتی با چسبیدن به زیر قطار، سراپا غرق در دوده وارد گرینیکر می شود. وقتی رسیدم دیدم تعداد زیادی مثل من اومدن که عبدالبها رو ببینن. داشتم اطرافم رو نگاه می‌کردم که یه نفر اعلام کرد دارن میان. بعد از احوال پرسی با دیگران
موقعی که میخواستن به اتاقشون برن رو به من کردن و گفتن بنشینید. فوری اطاعت کردم. چند دقیقه بعد کسی پایین اومد و گفت عبدالبها مایل به دیدن آقای مورتنسن هستن. من تقریبا از حال رفتم، چون انتظار نداشتم اول از همه منو صدا کنن. فرد به اتاق عبدالبها وارد می شود و به واسطه یک مترجم با هم مشغول گفتگو می شود. ایشون با لبخند و دستای گرمشون به من خوش آمد گفتن. کلماتشون این بود: خوش آمدین، بسیار خوش آمدین، خوب و خوشین؟ بعد پرسیدن سفر خوش گذشت؟ این دقیقاً همون سوالی بود که امیدوار بودم ازم نپرسن. به چشماشون نگاه کردم که مثل 2 جواهر می درخشید و انگار عمق وجودم رو نگاه می کرد. بعد اون نور عجیب توی نگاهشون درخشید، نور عشق که به من تسلی داد و از حس نشاط پر شدم و شرح سفرم رو با قطار باری براشون گفتم. بعد از اون گونه‌هامو بوسیدم، میوه تعارف کردن و حتی کلاه غبارآلودم هم بوسیدم. عبدالبها در جلسه شام با کنار گذاشتن تشریفات آن دوران فرد را سمت راست خود می نشاند و می گوید شما مهمان من هستید. در 19 اوت عبدالبها برای حدود 300 نفر در باغی به نام د پاینز، جایی که قبلا بهاییان و دیگران سخنرانی کرده بودند، صحبت می کند. او میزبان 500 نفر در ضیافتی برای اتحاد می شود و از ایوان استیپلز هاوس با جمعیت سخن می گوید و نوای خوش صدایش رهگذران را به ایستادن و شنیدن وامی دارد. بعد با عده‌ای به بالای تپه مانسالوات می رود. میرزا محمود نوشته: ایشان خطاب به این جمع در مورد ضرورت مدرسه‌ای برای تحری ادیان گفتند که خانم فارمر آرزوی تأسیسش را داشت. عکسی هم برداشته شد. روز فوق‌العاده‌ای بود. روز آخر چمدان‌ها بسته و کالسکه حاضر است. همه با چشم گریان برای خداحافظی در 2 طرف جاده صف بستند. عبدالبها هنگام ورود به اتومبیل متوجه فرد مورتنسن می شود. با حیرت تموم متوجه شدم که امر کردن برم داخل اتومبیلشون. مورتنسن برای 1 هفته میهمان عبدالبها در مالدن واقع در ماساچوست می شود. عبدالبها برای آخرین دیدار از سرا فارمر 1 بار دیگر توقف می کند. سرا منقلب به پای ایشان می افتد و سخت می گرید. در مالدن، عبدالبها در منزل مرای ویلسون اقامت می کند و در آنجا به سخنرانی، نگارش الواح و دیدار از مهمانان می پردازد. مرایا، یکی از دوستان نزدیک سرا فارمر، همراه او به مصر و عکا سفر کرده بود و برای قدردانی از میهمان نوازی عبدالبها از ایشان تقاضا کرده بود که در صورت مسافرت به آمریکا در منزل او ساکن شوند. و حالا که عبدالبها و گروه 9 نفره همراهانش منزل کوچک او را برای اقامت برگزیده بودند، بسیار احساس شعف می‌کرد. عبدالبها برای سخنرانی‌ها روزانه از مالدن به باستن سفر می‌کند. در آخرین روز اقامت در مالدن، چون شمار زیادی خواستار دیدار با عبدالبها شده اند، میزبانشان از دوستش، پیانیست مشهور مادام موری، تقاضا می‌کند تا جلسه‌ای در خانه بزرگش برگزار کند. برنامه با موسیقی آغاز و سپس عبدالبها با حضور 100 نفر در مورد ادیان جهان سخنرانی می‌کند. از جمله ملاقات کنندگان هری رندل، تاجری از شهر باستن و ناباور به ادیان است که خود از موافقتش به دیدار با عبدالبها متعجب است. ایشان فارسی می گفتند و من در ذهنم به انگلیسی می شنیدم که نیروی خرد عظیم است اما بی محبت مرده است. این نیرو به عطر احیا کننده عشق نیاز دارد تا خادم حق شود. بعد من رو مورد آمرزش قرار دادند و گفتند مسرور باش.
بار بعدی رندل با اصرار همسرش روث که مبتلا به بیماری سل و نزدیک به مرگ است به مالدن می‌آید. وقتی به امید ملاقات با عبدالبها وارد می‌شود، خانه پر از جمعیت است و به او گفته می‌شود که ایشان حداقل 100 درخواست ملاقات برای عصر آن روز دریافت نمودند. رندل ناامید از دیدار و رنجیده خاطر به این می‌اندیشد که عبدالبها حتی از بودن او در آنجا با خبر نخواهد شد. ناگهان در آشپزخانه باز می شود و صدایی را می شنود که می گوید عبدالبها آقای رندل را می پذیرند. او منقلب می شود و به طرف ایشان که در ایوان منزل نشسته است می رود و می پرسد می‌خواستم بدانم که، اما پیش از اتمام سوالش عبدالبها جواب می دهد بله، امروز عصر به دیدن همسر شما خواهم آمد. دیدار عبدالبها از آنها موجب تغییر حال و بهبودی روث می شود. بعدها این زوج برای خدمت به آیین بهایی و عبدالبها ساکن سرزمین مقدس می شوند. سیوم ماه اوت، عبدالبها با 2 تن از همراهانش به سمت مونترال حرکت می کند. ویلیام ساترلند مکسول در ایستگاه قطار از ایشان استقبال می کند و در منزل ساترلند است که گروهی از بهاییان و نیز جان لوئیس، سردبیر روزنامه مونترال دیلی استار، منتظر دیدار با ایشان هستند. می و ساترلند مکسول در سال 1902 بانی اولین گروه بهاییان مونترال شده بودند. دیدار با می که عبدالبها او را گوهر و منیره می نامید، یکی از انگیزه های مهم دیدار از مونترال است. ساترلند آرشیتکتی است که بعدها مقبره سید علی محمد باب را طراحی می کند. یادبودی با گنبد طلایی بر دامنه کوه کرمل به نام مقام اعلی. منزل مکسول بعدها تنها زیارتگاه بهاییان در نیمکره غربی می شود. مری، دختر خانواده مکسول، به یاد می آورد که وقتی در 2 سالگی با عبدالبها ملاقات می کند، آنقدر مجذوب شده بوده که تاب دوری از ایشان را نداشته. 25 سال بعد او با شوقی ربانی، نوه عبدالبها، ازدواج می کند. در 9 روز اقامت در مونترال، عبدالبها به طور خستگی ناپذیر به سخنرانی‌های عمومی و ملاقات با افراد ادامه می‌دهد. اصول دین بهایی را به وضوح بیان می‌کند و با تاکید به نیاز اضطراری صلح در اروپا هشدار می‌دهد که اروپا انبار مهمات و در انتظار یک جرقه است. در عالم بشری امروز رنجی بزرگتر و یا مصیبت بارتر از این جنگ قریب الوقوع نیست. بنابراین صلح بین المللی امری است بسیار ضروری. یک دادگاه داوری باید تأسیس گردد تا اختلافات بین المللی به وسیله آن حل شود. بدین وسیله هر گونه امکان اختلاف و جنگ بین ملل عالم رفع خواهد شد. سخنرانی‌های عبدالبها در کلیسای مسایا و کلیسای سنت جیمز متودیست، در کانون سوسیالیست‌ها، مراکز سندیکاهای تجاری و در منزل مکسول توجه مطبوعات و عموم را جلب می‌کند. او در مورد عدالت اقتصادی، صلح جهانی و رفاه اجتماعی سخن می‌گوید. میرزا محمود در مورد کلیسای یونیتریان می‌گوید: کشیش قسمت‌هایی از کتاب اسحاق نبی را خواند که بشارت به ظهور موعودی از مشرق زمین می‌دهد. همه با توجه خاص گوش می‌دادند و حس می‌کردند که آن کلمات برای چنین روزی نوشته شده است. سخنرانی سرکار آقا به قدری مشتاقانه دریافت شد که شرحش مشکل است، مخصوصاً تأثیر مناجاتی که تلاوت فرمودند. کشیش اعظم لوی جوزف بروشسی، رئیس دانشگاه مکگیل سر ویلیام پیترسون، کشیش آنگلیکان هربرت سیمونز و قاضی رابرت استنلی ویر، شاعر مشهور سروده کانادا، از جمله چهره‌هایی هستند که در مونترال با عبدالبها ملاقات می‌کنند. در مونترال بیش از هر محل دیگری روزنامه‌ها به تبلیغ و انتشار مطالب می‌پردازند. بسیاری از روزنامه‌ها به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و عبری سرشارند از تکریم و تحسین ایشان. نهم سپتامبر عبدالبها راهی سفری طولانی به کرانه غربی می شود. در تورنتو از قطار پیاده می شود و در فضای ایستگاه کمی قدم می زند.
و با وجود خستگی مفرط سفر به سوی کالیفرنیا را ادامه می‌دهد. در شهر بافالو پیش از سخنرانی برای 70 نفر در هتل ایروکوی به تماشای آبشار زیبای نیاگارا می‌رود. او به قدری مورد توجه مطبوعات و مردم این شهر قرار دارد که حتی وقتی در خیابان به فقیری سکه‌ای می‌بخشد، جمعیت به دورش حلقه می‌زنند. بعد از سخنرانی در کلیسای یونیورسالیست مسایا نیز به دلیل پرسش‌های پی در پی حضار خواب و استراحت لازم ایشان به تعویق می‌افتد. در 12 سپتامبر جمعیت کثیری در 2 صف در ایستگاه قطار شیکاگو از او استقبال می‌کند. عبدالبها با شکوه در بین 2 صف قدم می‌زند و یک استقبال کنندگان را مورد محبت قرار می‌دهد. ساچیرو فوجیتا، بهایی ژاپنی که برای دید بهتر از یک تیر چراغ برق بالا رفته است، به پایین خوانده می شود تا همراه ایشان به خانه کورینترو برود. او بعداً در سفر به کالیفرنیا عبدالبها را همراهی می کند. در 15 سپتامبر عبدالبها و همراهانش که برای سفر به کنوشا در ویسکانسن آماده شده اند، قطار را از دست می دهند. عبدالبها میگوید حکمتی در این اتفاق بود. بعداً در راه همگی لاشه همان قطار را میبینند که با قطاری دیگر برخورد کرده است. بعد از سخنرانی عبدالبها در کلیسای کانگرگیشنال حاضرین سرود ستایش میخوانند و کودکانشان را برای تبرک به نزد ایشان میآورند. روز بعد با قطار از شیکاگو راهی مینیاپولیس و سنت پال می شود. عبدالبها در هتل پلازا سخنرانی می کند و سپس در عبادتگاه شاریتوو از حقیقت مسیح و محمد سخن می گوید. در کامرشال کلاب از معیارهای جستجوی حقیقت می گوید. در منزل البرت هال در مورد صفات پسندیده و در خانه دکتر کلمنت ولسن در مورد تربیت روحانی. در راه بازگشت از مینیاپولیس، ایشان زیبایی رودخانه میسیسیپی و دورنمای سبز اطراف آن را تمجید می کند. طی 2 روز کامل حدود 1000 نفر شنونده سخنانش در 2 شهر معروف به توین سیتیز می شوند. عبدالبها با خانم ویلیس واکر از گالری هنری واکر دیدن می کند و پیش از ترک آنجا در لورینگ پارک مدتی قدم می زند. در قطار مردم اغلب به دور عبدالبها جمع می شوند تا بدانند او کیست و سخنانش چیست. در جواب به شخصی که می پرسد هدفتان از این سفر چیست می گوید من به امریکا آمدم تا علم صلح عمومی بلند کنم. آمدم ترویج وحدت عالم انسانی نمایم. مقصدم الفت و محبت بین ادیان است. در 24 سپتامبر به دنور می رسد و پیش از سخنرانی برای جمع بزرگی در منزل یودورا رابرتس در شرلی هتل به استراحت می پردازد. و روز بعد نونا ال بروکس، کشیش کلیسای دیواین ساینس، از ایشان برای سخنرانی در کلیسایش دعوت می کند. عبدالبها همچنین به دیدن جوزفین کلارک می رود که بعد از مرگ همسر و یکی از فرزندانش به تنهایی پسر نوجوانش را سرپرستی می کرد. او در سال 1896 بهایی شده بود و همیشه در آرزوی این بود که روزی عبدالبها به منزل ساده او برود. بارها خواب دیدم که خونم با قدم‌های مولای محبوبمون متبرک میشه. او که یک آموزگار بود، صبح آن روز بدون شستن ظرف‌ها و به این تصور که پیش از رسیدن عبدالبها به خانه می‌آید و همه جا را نظافت می‌کند، با عجله راهی محل کار می‌شود. اما کار آن روز در مدرسه طولانی می‌شود و پیش از رسیدن او، عبدالبها در ایوان جلوی خانه‌اش ایستاده است.
جوزفین با نگرانی از ظروف نشسته ایشان را داخل منزل دعوت می کند. عبدالبها به طرف آشپزخانه می رود و برای نوشیدن آب خودش از تلمبه آب برمی دارد. بعد با لبخندی به نشانه اینکه لازم نیست چیزی را از ایشان پنهان کند باز می گردد. آن خانه برای بهاییان متبرک و امروز از بناهای تاریخی بهایی محسوب می شود. صبح روز بعد جمعی از اساتید، عرفا و فلاسفه به دیدار او می آیند. روزنامه ها هم عکس ایشان را همراه با مقالاتی درباره سخنانش به چاپ می رسانند. عصر آن روز در کلیسای دیواین ساینس، کشیش بروکس عبدالبها را به طرف سکوی سخنرانی راهنمایی می کند و در پایان عده زیادی دور ایشان حلقه می زنند و با ایشان دست می دهند. عبدالبها به یکی از ملاقات کنندگانش می گوید: من به شهر شما آمدم، دیدم در مدنیت مادی ترقی نموده. حالا شما را به شهر خود دلالت می نمایم که نظامش وحدت عالم انسانی و قوانینش صلح عمومی است. این است شهر ما و بانی این شهر بهاءالله است. عبدالبها در دنور حداقل 5 بار در حضور حدود 1000 نفر سخنرانی می کند و در این مورد 8 مقاله در روزنامه‌های محلی منتشر می شود. گزارشگر دنور پست می گوید: یقیناً شهر دنور هرگز مفتخر به حضور فردی خداشناستر از این پارسی بی تکلف و خوشقلب نبوده است که تنها حربه‌اش کلام خداست. سفر عبدالبها از طریق سالت لیک سیتی همزمان با برپایی نمایشگاه ایالتی و تشکیل همایش کلیسای مورمون و کنگره ملی آبیاری ادامه می‌یابد. با اینکه ایالت یوتا هیچ بهایی نداشت، فینی پالسن از مونتانا برای دیدار عبدالبها به ایستگاه قطار می‌آید. خبرنگاری که ایشان را در هتل کنین دیده بود، مقاله‌ای در روزنامه سالت لیک سیتی تریبیون می‌نویسد. روز بعد ایشان در همایش سخنرانان انجمن ملی آبیاری شرکت می‌کند و از نمایشگاه ایالتی مقداری بذر برای اراضی مقدس می‌خرد. فینی پالسن در توصیف آن روز می‌نویسد: شخصیتی بودند با قامتی آراسته به عبا و سلوکی پرجلال و با همراهانی شرقی در پی ایشان. صبح روز بعد فینی محل اقامت محقرش را ترک می کند تا برای صرف چای به نزد ایشان برود. برایم چای ریختند و گفتند این به منزله شام آخر است که با هم صرف می کنیم. و همچنین گفتند من پدر توام. با این بیان ایشان جایگزین پدری شدند که از او هیچ خاطره‌ای نداشتم و مدام تلاش می کردم تا شاید او را به یاد آورم. و بعد مانند پدری که به یکی از فرزندان گنجی می بخشد، تصویری از خود به اندازه آویز یک گردنبند به من دادند. اگرچه کیفیت ملاقات هر کس با عبدالبها متفاوت است، ولی همه به یک هدف، یعنی پیشرفت روحانی منجر می شود. وقایع فراموش شده و یا پنهان در عمق وجود در آنی درک و نمایان می گردند و مسائل مشکلات در برابر نور عشق ایشان محو می شوند. عبدالبها تواناترین روانپزشک بودند. در آخرین مرحله سفر به غرب، عبدالبها با قطار از طریق رینو به سان فرانسیسکو می رود. طی 24 روز اقامتش در کالیفرنیا، عبدالبها پیامش را به گوش بیش از 10,000 نفر در دانشگاه‌ها، کلیساها و منازل می‌رساند. در سان فرانسیسکو منزلی برای ایشان اجاره می‌شود که طبقه اول آن دائما پر از جمعیت و طبقه بالایش ویژه ملاقات‌های خصوصی ایشان است.
هلن گودال و دخترش الا کوپر از بهاییان سرشناس اوکلند بودند و منزلشان مرکز فعالیت‌های انسان دوستانه بود. عبدالبها در کالیفرنیا به ویژه از ملاقات بهاییان ژاپنی مسرور است و حضور آنان در جلسات را تاریخی می‌نامد. کانیچی یاماماتو، نخستین بهایی ژاپنی و پیشخدمت خانم گودال، جلسه‌ای در اوکلند ترتیب می‌دهد تا عبدالبها با مدعوین ژاپنی صحبت کند و از آن پس ژاپنی‌ها تقریباً در تمام جلسات حضور دارند. عبدالبها از تماشای مناظر سانفرانسیسکو به خصوص پارک گلدن گیت لذت میبرد و با علاقه‌ای که به گلها و حیات وحش دارد اغلب کنار دریاچه‌های کوچک آن پارک قدم میزند. وقتی در 6 اکتبر برای سخنرانی به کلیسای فرست یونیتریان وارد می شود، حضار به احترام ورود ایشان برمیخیزند. در موقع معرفی، کشیش خلاصه‌ای از زندگی و تعالیم ایشان میگوید و بخشی از آثار بهاءالله را قرائت می‌کند. پس از سخنرانی، عبدالبها مناجاتی تلاوت می‌کند و بعد تعداد زیادی به دورش حلقه می‌زنند تا برای تشکر با او دست بدهند. روزنامه سانفرانسیسکو اگزامینر می‌نویسد: پیشوای محترم این دین که اکنون بیش از 3 میلیون پیرو دارد، با قدرت تمام در محل خطابه ایستاد و با جمعیت کثیر کلیسا از صلح و دوستی بشریت سخن گفت. هلن گودال میزبان تعدادی از مراسم می شود. به مناسبت روز کودک، سالن پر از خردسالان و عطر گل است. بچه‌ها برای عبدالبها آوازهای زیبا می‌خوانند و او به کودکان آب نبات، گل و پاکت‌های پر از برگ گل سرخ می‌دهد. ضیافت خاطر انگیز دیگری هم در خانه گودال برگزار می شود. به نوشته فرانسیس اور آلن، اتاق‌های زیبا پر بود از میزهای مزین به گل داوودی زرد و انباشته از میوه‌جات گوناگون. 110 نفر از شهرهای نزدیک و نیز از پورتلند و سیاتل آمده بودند. عبدالبها در حالی که به میهمانان می‌رسیدند، ما را به خوردن غذاهای آن سفره پربرکت دعوت می‌کردند و با بیاناتی درباره حکمت و دوستی به ما غذای روحانی نیز عطا می‌کردند. میهمانان از هر ملیت، پیر و جوان، با عشق و محبت و با خضوع تمام در زیر یک سقف جمع بودند و در آخر ایشان از بالای پله‌ها برای حضار دعا کردند. دیوید استار جوردن، رئیس دانشگاه استنفورد، به دیدن عبدالبها می‌آید و ایشان را برای سخنرانی دعوت می‌کند. در 8 اکتبر عبدالبها با قطار نخست به منلو پارک و بعد به دانشگاه استنفورد می رود و در آنجا خطاب به حدود 2000 نفر از اساتید، دانشجویان، رهبران مدنی و دیگر افراد صاحب نام سخنرانی گیرایی می کند. استاد پژوهشگر H.M. بلیوزی آن سخنرانی را از مؤثرترین خطابات ایشان می خواند. خداوند یک کره خلق کرده، یک نوع انسان خلق نموده. این کره ارض موطن کل است. ما آمده ایم خطوطی فرض کرده ایم، در صورتی که این خطوط وهم است. چند روزی انسان روی این خاک زندگانی نموده، بعد قبر ابدی او شود. آیا سزاوار است به جهت این قبر ابدی این همه خونریزی نماییم؟ این چه جهالتی است؟ امیدوارم که جمیع ملل در نهایت محبت و الفت مانند یک عائله با یکدیگر در کمال صلح زندگانی نموده و کامرانی کنند. در پایان موج کف زدن و تمجید حضار شگفت‌آور است. جردن، رئیس دانشگاه، ایشان را به دیدن محوطه دانشگاه میبرد و بعد برای صرف نهار میزبان او در منزل خود می شود. لوا گتسینگر در نامه‌ای به اگنس پارسنز می نویسد: اگنس عزیزم، اینجا روزی فوق‌العاده با حضرت عبدالبها داشتیم. صبح امروز برای 1500 نفر دانشجو سخن گفتند. موضوع صحبتشان صلح جهانی بود که مورد توجه بسیار قرار گرفت. در پایان از شدت تشویق حضار ایشان دوباره به پا خواستند و تمام مدعوین هم از جا بلند شدند و سرود ویژه دانشگاه را با هم خواندند. روزی بی نهایت پرشکوه بود. دوستدار تو، لوا. تمام صفحات روزنامه پالو آلتن به درج سخنان عبدالبها در مورد صلح و اتحاد اختصاص می‌یابد.
آنان که خواهان سلطنت خداوند بر روی زمینند می‌دانند عباس افندی مقیم ابدی آن بارگاه خواهد بود و با صلح و آرامش کیفیتی می‌آفریند که مافوق فهم بشری است. در دانشگاه برکلی، عبدالبها از دیدن تالاری به سبک یونانی خرسند می شود. به هر مکانی که پا می گذارد، مردم به سویش جذب می شوند. رامونا آلن براون می گوید چطوری میشه عبدالبها رو توصیف کرد؟ هر کدوم از ما ایشونو با چشم ملموس و با نگاه روحانیمون دیدیم. من در حضورشون حس می کردم در عالم دیگه‌ای هستم. علی‌رغم کهولت سن و مشقاتی که متحمل شده بودن، حرکاتشون پر از عظمت و قدمهاشون استوار بود. نیرومند و چالاک بودن. به وقت استراحت چشمای غمگینشون گویای مشقات زندگیشون بود. ولی وقتی میخندیدن اندوهشون محو میشد و فقط زیبایی پرشکوهشون رو میدیدیم. عاشق صدای خنده بودن و اغلب برای خندوندن ما داستانای شاد نقل میکردن. عبدالبها در سان فرانسیسکو در اوپن فوروم بحثی علمی ارائه می دهد و همچنین با اعضای انجمن تیاسفی‌ها در محل مطالعه نابینایان و با گروهی از پزشکان طرفدار درمان از طریق پرهیز و تغذیه صحبت می کند. سخنان ایشان برای اعضای سنچری کلاب درباره برتری زنان در مهر و شفقت و جرأت و شجاعت است. او در کلیسای فرست کانگریگیشنال در اوکلند و سپس در یک گردهمایی بزرگ در دبیرستانی در برکلی نیز سخنرانی می‌کند. روز 12 اکتبر در کنیسه امانوئل بعد از معرفی کوتاهی توسط خاخام مارتین مایر، عبدالبها برای 2000 تن از یهودیان خطابه ای ایراد می کند. فرانسیس اور آلن می نویسد منظره حیرت آوری بود. عبدالبها بر سکوی خطابه آن کنیسه باشکوه ایستاد. حقانیت مسیح را اثبات نمود و حضار را به حرمت گذاشتن به نام مسیح و محمد پند داد. ویلرد هچ هم چنین می نویسد. صحنه چشمگیری بود. عبدالبها توضیح دادند که محمد حامی و مکمل موسی و عیسی بوده است و اینکه ترک تعصبات منجر به رفاه بشریت می شود. میرزا محمود خطابه ایشان را معجزه می نامد و می نویسد که بعد از آن اتحاد و ارتباط میان یهودیان و مسیحیان برقرار می شود. عبدالبها روزی از خانه محقر چارلز تینسلی، مرد سیاه پوستی که با پای شکسته بستری بود، دیدن می کند و داستان فرمانروایی را می گوید که محبوب ترین بنده‌اش را با رنج و درد می پروراند تا شایسته مقامی شود که او برایش در نظر داشته. برای تو هم چنین است. پس از این مرارت به زودی بهبود خواهی یافت و به لحاظ روحانی قوی تر از قبل خواهی شد و این پیام را به بسیاری از هموطنان خود ابلاغ خواهی کرد. تینسلی هرگز ملاقات با عبدالبها را از یاد نمیبرد. در 14 اکتبر عبدالبها برای 2 روز به یکی از املاک فیبی هرست در پلزنتن معروف به هاسیندا می رود. در آنجا با میهمانان خانم هرست که جزو طبقه اشراف کالیفرنیا بودند صمیمانه گفتگو می کند، در باغها قدم می زند و در اطراف گردش می کند. با نزدیک شدن انتخابات رئیس جمهوری آمریکا، عبدالبها درباره انتخاب فردی شایسته به عنوان رئیس جمهور چنین میگوید: باید شخصی رئیس باشد که خود اصرار در ریاست نداشته باشد، در خیال شهرت و برتری نباشد، بلکه بگوید من خود را سزاوار و لایق این مقام نمیدانم و طاقت تحمل این ثقل عظیم ندارم. رئیس باید خیرخواه باشد، نه خودخواه.
در واشنگتن دی سی نیز با طرح این سوال از فلورنس کان که چه میگویید اگر زنی میتوانست رئیس جمهور آمریکا شود، عبدالبها اضافه میکند که زمانی تمدن چنان پیشرفته خواهد شد که هیچ کس حاضر نخواهد بود ترک خدمات انسانی و اجتماعی خود کند تا عهدهدار مقام ریاست جمهوری شود. روز آخر در هاسیندا عبدالبها با خدمتکاران خانه ملاقات می کند و با وجود تعجب مهمانان خانواده هرست با آنها صحبت می کند و به هر یک مبلغی برای تشکر می دهد. رابرت ترنر، نخستین بهایی آفریقایی تبار آمریکا و پیشخدمت فیبی هرست، در 1898 عبدالبها را در سرزمین مقدس ملاقات کرده و ایشان نیز با محبت تمام از او استقبال کرده بود. روز 18 اکتبر، عبدالبها برای دیدار از آرامگاه تورنتون چیس، اولین بهایی آمریکایی که چند هفته پیش از آن درگذشته بود، سفر ویژه‌ای به لس آنجلس می‌کند. روز بعد از ورود، به همراه گروهی از بهاییان به گورستان و بدون راهنما مستقیماً به محل دفن او می‌رود. مقبره‌اش را غرق در گل می‌کند و بر مزارش چندین مناجات می‌خواند. سپس زانو می‌زند و سنگ قبر او را می‌بوسد. هریت کلاین که در آنجا بوده می‌نویسد: هنگامی که عبدالبها زانو زدند و خاکی را بوسیدند که جسم تورنتون چیس را پوشانده بود، احساس کردم سراسر این ایالت متبرک شد. عبدالبها با تأکید بر اینکه مقام والای تورنتون چیس در آینده معلوم خواهد شد، از حضار خواست هر سال از آرامگاهش دیدن کنند. در باقی مانده روزهای اقامت در هتل لنکرشیم لس آنجلس، مردم و مطبوعات مرتب به دیدار ایشان می‌آیند. در دیدار از پسدینا، عبدالبها از آرامش و زیبایی بوش گاردنز لذت می‌برد. در بازگشت به اوکلند، جلسه خداحافظی در منزل گودال برگزار می‌شود. رامونا آلن براون می‌گوید: در طی سخنرانی آخر، عبدالبها با چشمانی پرفروغ و قدرتی بی‌نظیر ارتباطش را با بهاءالله به عنوان مرکز عهد و پیمان ایشان تشریح کرد. در سخنرانی در هتل ساکرامنتو، آخرین توقف او در کالیفرنیا، عبدالبها جنگ در جزایر بالکان را محکوم و اخطار می‌کند که اروپا منبعی است پر از باروت و جنگی عظیم و مخربتر اجتناب ناپذیر است. امید چنان است که اولین لوای صلح بین المللی در این مرز و بوم مرتفع گردد. چند دهه بعد، در 1945 پرچم سازمان ملل متحد برای نخستین بار در سان فرانسیسکو افراشته می شود. روز 26 اکتبر، عبدالبها کالیفرنیا را ترک می کند و اعلام می کند که وظیفه‌اش در آمریکا به سرانجام رسید. هنگام ترک کالیفرنیا، تنها 40 روز از سفر او به آمریکای شمالی باقی مانده. در طول 2 هفته بعد، بیش از 3000 مایل با قطار سفر می کند و پیش از رسیدن به نیویورک در 5 شهر توقف می نماید. اوقات او در قطار هم بسیار پرمشغله است. مسافران از طریق مطبوعات و کارکنان قطار از سفرهای قبل او را می شناسند، مشتاق دیدارش هستند و عبدالبها با آنها راجع به اهمیت روحانیات صحبت می کند. در دیدار مجدد از دنور در 29 اکتبر، دوستان و خبرنگاران به هتل آکسفورد هجوم می آورند و روز بعد در منزل رابرتس و نیز در کلیسای یونیورسالیست سخنرانی می کند. در 31 اکتبر با قطار وارد شیکاگو می شود. عبدالبها طی 5 روز بعد 3 سخنرانی عمومی در مورد عظمت این عصر و وحدت بشر ایراد می کند.
رابیندرانات تاگور که در سال 1913 اولین برنده غیر اروپایی جایزه نوبل در ادبیات شده بود، ایشان را در شیکاگو ملاقات می‌کند. سالها بعد تاگور با ابراز عشق و سپاس از ایشان یاد کرده است. عبدالبها همچنین در منزل کورینترو سخنرانی می‌کند. سومین دیدار من از اینجا نشان اشتیاق من به دیدن شما و میزان محبت قلبی من است. امیدوارم که این ملاقات‌ها اسماری در آینده به بار آرد. میرزا محمود در توصیف جلسه‌ای در منزل بیاتریس دیویز می‌نویسد: توصیف تأثیرات بیانات مبارک بر طرز فکر حضار و مسرت قلبی آنان و شوق روحانی نفوس امکان پذیر نیست. هنگام ترک اتومبیلشان همگی می‌گریستند و از جدایی محبوبشان محزون بودند. در نیویورک هم عده زیادی به دیدارش می‌آیند و وقتی در نهایت خستگی است به تنهایی به باغ‌های ریورساید پارک می‌رود. – 23 نوامبر به افتخار عبدالبها میهمانی خداحافظی در هتل گریت نوردرن با بیش از 300 نفر برگزار می شود. سالن به شکلی باشکوه تزیین شده و میزها از برق کریستال‌هایشان می درخشند. وقتی صاحب هتل مانع از ورود چند میهمان سیاه پوست می شود، عبدالبها برای احترام به حضور سایر مدعوین به ادامه برگزاری میهمانی موافقت می کند، ولی سخنرانی پرشوری در مورد وحدت نوع انسان ایراد می کند. شب بعد ایشان در منزل خانواده کنی ضیافتی برای سیاه پوستان ترتیب می دهد. بسیاری از خانم‌های سفیدپوست داوطلب طبخ غذا و پذیرایی می‌شوند و میهمانان را مورد محبت قرار می‌دهند. این حرکت در سال 1912 و قبل از جنبش هارلم رنسانس و برابری حقوق نژادی بسیار نامعمول است. ببینید کلمه حضرت بهاءالله چه تأثیر و نفوذی در قلوب نموده که چنین نفرت و اجتنابی را زائل کرده است. این تعصبات را از میان برده و شما را به این درجه بر خدمت یکدیگر گماشته. میرزا محمود می نویسد: بیانات سرکار آقا بسیار مؤثر بود. این جلسه قدرت و نفوذ امر مبارک در متحد کردن دو نژاد با صداقت و عشق را نشان می‌داد. در 2 دسامبر خطاب به جمعی می‌گوید: این ایام وداع من است با شما. باید نهایت شفقت را نسبت به همه ابراز دارید. خود را برتر از دیگران مدانید، بلکه همه را با خود برابر شمارید. قلبتان نسبت به هر نژادی مشحون از محبت باشد و به همه ملل مهربان باشید. به منزله سراجی و حاج انوار فضایل عالم انسانی را ساطع نمایید. در 5 دسامبر پس از 239 روز عبدالبها آمریکا را ترک می کند. در نیویورک اسکله همجوار کشتی سدریک مملو از مشایعین است. بسیاری با اندوه اشک می ریزند و افرادی چون جولیت دل شکستند. ترک اون کشتی برام مثل مرگ بود. روی اسکله ایستادم. از لابلای اشکام به سختی ایشونو می دیدم که با دست صبورشون از ما خداحافظی می کردن. دست زیبا و پرمداراشونو مرتب حرکت می دادن تا وقتی که انقدر دور شدن که قامتشون محو شد. در 6 ماه بعد عبدالبها برای انتشار پیام آشتی و یگانگی آیین بهایی به انگلستان، فرانسه، اسکاتلند، آلمان، اتریش و مجارستان سفر می کند.
پیشبینی ایشان برای جنگ اروپا به حقیقت می‌پیوندد. در هنگامه این نبرد سهمناک، عبدالبها به فلسطین عثمانی، سرزمینی مبتلا به قحطی و خشونت، باز می‌گردد. بار دیگر ترکان عثمانی حضور ایشان را خطری عظیم دانسته و تهدید می‌کنند که به دارش خواهند آویخت. با وجود این، عبدالبها به خدمات همیشگیش ادامه می‌دهد. ایشان که پیش از جنگ نحوه کشت گندم و ذخیره آن را به بهائیان سرزمین مقدس آموخته بود، اکنون گرسنگان و نیز سربازان ملل گوناگون را تغذیه می‌کند و به اردوگاه‌های درمانی سر می‌زند. در پایان جنگ، حکومت سلطنتی انگلستان به پاس خدمات انسان دوستانه عبدالبها به ایشان لقب سر می‌دهد. (28 نوامبر 1921) روح عبدالبها از زمین خاکی به عالم باقی صعود می کند. سرزمین مقدس که اغلب از ناسازگاری ادیان متشنج بود، شاهد رویدادی بی سابقه از اتحاد و احساسات همگانی می شود که در آن یهودیان، مسیحیان، مسلمانان، بهائیان، اعراب، ترکان، کردها، ارامنه و گروه‌هایی از اقوام دیگر و نیز سران ممالک جهان شریکند. جمعی بیش از 10,000 نفر اندوهگین از رفتنش و قدردان زندگی پرثمرش دوشادوش هم در مراسم تشییع جنازه ایشان شرکت می کند. این روز روز بدی است و این عصر عصر خداوند عزیز. روز وحدت عالم بشر است و اتحاد جمیع ملل. عنایت خداوند این روز فیروز را محقق فرمود. عنقریب علم وحدت عالم انسانی در قطب آفاق موج زند. جدال و نزاع نماند. صبح صلح اکبر بدرخشد. جهان جهان تازه شود و جمیع بشر برادران گردند. نام من عبدالبها، صفت من عبدالبها، حقیقت من عبدالبها. زیرا عبودیت جمال مبارک اکلیل جلیل من است و خدمت کل بشر آیین دیرین. هیچ اسمی و رسمی و ذکری جز عبدالبها ندارد و نخواهد داشت. این است آرزوی من و این است غایت قصوای من و این است حیات ابدیه من. با نغمه و ساز و نوا